سلام از یه مینی ولاگ دیگه. اول صبح با استارباکس شروع کردیم که چشامون باز بشه. قهوه رو گرفتیم و قرار شد بریم یه جای خرید. این آقا هم ماشینش رو وانت کرده بود. یه فروشگاه بلک فرایدیه که بسته های برگشتی آمازون و حالا جاهای دیگر رو انگار عمده میخره، بعد اینطوری میفروشه به بقیه و هر بسته ای رو برمی داشتید بعد $10 پولش رو میدادید و خیلی از بسته ها رو اصلا نمیذاشن حتی باز کنیم که ببینیم توش چیه. مثلا خیلی از این بسته ها که خیلی جذاب به نظر میرسه رو من یواشکی باز کردم و توش پیچ و میخ و اینجور چیزا بود. ولی به هر حال تجربه جالبی بود این که تو میتونستی ببینی مردم چیا رو پس فرستادن و از بینشون انتخاب کنی با یه قیمت کمی اگه وسیله رو لازم داری بخری. و من اگه پیش بیاد دوباره حتما میرم. تقریبا یه 3-4 ساعتی فکر میکنم اونجا بودیم. در نهایت چند تا چیز کوچیک فقط برداشتیم. تو ولاگ بعدی میبینمتون.